دانشمند در بیابان به چوپان رسید و به او گفت چرا به جای تحصیل علم چوپانی میکنی؟ چوپان در جواب گفت آنچه خلاصه دانش هاست یاد گرفتم. دانشمند گفت خلاصه دانش ها چیست؟ چوپان جواب داد 5 چیز است. تا راست تمام نشده است دروغ نگویم، تا مال حلال تمام نشده است حرام نخورم، تا از عیب و گناه خود پاک نگردم عیب مردم نگویم، تا روزی خدا تمام نشده است و در خانه دیگر نروم، تا قدم به بهشت نگذاشتم از هوای نفس و شیطان غافل نباشم. دانشمند گوش کرد و گفت حق که تمامی علوم رو دریافته ای. هر کس که این 5 خصلت رو داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت سیراب شده است. عزیزان، این حکایه را با دوستانتان پهن کنید و اگر این نوار